سلام دانش آموزان عزیزم. امروز میخوایم دو نوع تناسب رو بهتون معرفی بکنیم که توی تیزهوشان جزو سوالات بسیار مهمتون هست. یکیش تناسب مستقیم، یکیش تناسب معکوس هست. حالا من چه زمانی تناسب مستقیم رو به کار میبرم، چه زمانی تناسب معکوس رو. ببینید زمانی بهتون دو تا سوال میده. حالا من دو تا سوال بسیار آسان رو آوردم اینجا، در این حد آسون بهتون سوال نمیده. من میخوام شما مفهوم رو اول متوجه بشید، بعد یه سری سوال در پایان براتون میذارم که حلش بکنید. میگه که مثلا من با مثال پیش میرم که بهتر متوجه بشید. میگه اگر 5 کیلو سیب را به قیمت 1000 تومان خریده باشید، بابت 9 کیلو سیب چه مقدار باید بپردازید؟ خب من میدونم که اگه تعداد سیب ها اضافه بشه، پولی که من میخوام بهش بدم هم زیادتر میشه. مثلا من اگه یه دونه سیب داشته باشم، اگه تعداد سیب ها کمتر باشه پول هم کمتر. خب یه دونه سیب هم مثلا قیمتش 5 تومن باشه، خب اگه اضافه بشه 20 تا سیب میشه 20 ضرب در 5. پس به همون تناسب اضافه و به همون تناسب کم میشه. به خاطر همین ما به این بگیم تناسب مستقیم. یعنی خیلی مستقیم میتونم بیام بگم 5 کیلو سیب متناسب هست با قیمت 1000 تومن. حالا 9 کیلو سیب متناسب با چی هست؟ و به راحتی الان من میتونم اینو به دست بیارم. یعنی میتونم به راحتی بگم 9 ضرب در 1000 مساوی 5 ضرب در چند؟ خب یا نه یه روش دیگه که بلد بودید دیگه، 5 چجوری شده 1000 ضرب در 200 شده، پس 9 هم ضرب در 200 میشه چقدر؟ 1800. خب یکی از راه‌ها اینه که الان علامت سوال هم میشه 1800. خب سوال بعدی رو دقت کنید. این شد تناسب مستقیم، تناسبی که ما باهاش سر و کار داریم. ولی تناسب معکوس چی هست؟ میگه علی با روزی 6 ساعت مطالعه. خب من اینجا می نویسم اول اگر علی 6 ساعت مطالعه بکنه، کتاب رو 15 روزه میگه مطالعه میکنه و تموم میکنه. اگه 6 ساعت وقت بذاره، منظورش اینه اگه 6 ساعت وقت بذاره 15 روزه مطالعه میکنه. خب 15 روزه مطالعه میکنه. حالا میگه اگه روزی 3 ساعت مطالعه بکنه، یعنی 3 ساعت چند روزه کتاب تموم میشه. ببینید خوب دقت کنید. اگه علی 6 ساعت اگه ساعت مطالعات زیاد بشه، خب اگه ساعتت زیاد بشه روز مطالعات کمتر میشه. شما هر چی بیشتر مطالعه کنی زودتر تموم میکنی دیگه، بس روزش کمتر میشه. و به همون تناسب برعکس، اگه ساعتت کم بشه اون باید بیشتر مطالعه بکنی. این تناسب عکس با هم دارن. ما بگیم تناسب معکوس. یعنی الان دیگه حق ندارم بگم که ببین الان من حق ندارم اینجوری تناسب ببندم بگم 6 ساعت 3 15 ساعت چقدر. دقیقاً تناسب رو باید معکوس بکنم. یعنی چی؟ میام اینجوری می‌نویسم 6 ساعت اگه بخواد مطالعه بکنه، خب یا خیلی راحت‌تر بتونم بیان بکنم، جای اینا رو باید برعکس بکنم. x رو بیارم بالا، 3 رو بیارم پایین. دقیقاً تناسب رو معکوس کردم و با تناسب معکوسش هم کنم. اما میخوام یه روش خیلی راحت‌تر بهت یاد بدم که تو راحت‌تر به جواب برسی. اینجوری میگیم 6 ساعت مطالعه 15 روز چقدر شد؟ مساوی است با حالا 3 ساعت مطالعهش چند روز. خب چه اتفاقی افتاد؟ این در حقیقت همونه، جایش اینا عوض میشه. یعنی انگار من اومدم اینجوری تناسب گرفتم، 6 رو ضرب در 15 کردم مساوی 3 ضرب در x کردم یا جاهاشون رو عوض کردم. خب اگه بخوام اینو الان محاسبه بکنم همینجا سادهش میکنم که کارم راحت‌تر بشه. 3 به خودش 1 مرتبه، 15 به 3 5 مرتبه و علامت سوال من میشه چقدر؟ 6 5 تا 30 تا، یعنی 30 روزه تموم میکنم. به همین راحتی من تناسب معکوس رو حل کردم. اما پایین‌تر یه چند تا سوال بهتون میدم که این سوالات رو حالا ما باید بررسی بکنیم و تناسب‌های ستایی داریم که
دانش آموزان عزیز، با همین روش‌هایی که الان ما بهتون آموزش دادیم، کسایی که توی دوره‌های ما هستن به راحتی میتونن این محاسبات سخت رو انجام بدن و حلش بکنن. حالا من چند تا سوال بهتون میدم که انشاءالله شما بتونید حلش بکنید. اگه تونستید حل کنید که خیلی عالیه و حتما جواباتون رو برای من بفرستید. ولی اگه نتونستید، من حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این دوره فوق‌العاده رو تهیه بکنید تا بتونید از پس سخت‌ترین سوالات هم به راحتی با این تدریس مفهومی